خدا میگه این جهنم این جهنم کانت مرصادا، یعنی جهنم برای هر یک گذرگاه شما هست. البته ما وارد جهنم شیم عزیزان، گذرگاه ما و شما چی هست؟ جهنم است. للطاغین مآبا، برای کی؟ برای سرکشان، کسانی که فرمان خدا را سر میکشند، فرمان پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم، قرآن را سرکشی میکنند، فرمان الله را سرکشی میکنند، جای پیها بکن مآبا، قرارگاهشون میگه چی از دوزخ است. کی میتواند فرمان خدا را سرکش کرد؟ کی؟ کسی که کافر است، کسی که از خدا نمیترسد و فرمان خدا را سرکشی میکند. خدا میگه قرارگاهشان جهنم است. لابثین فیها احقابا، در آیت دیگه در دوزخ استقامت کننده، زندگانی اهل کافرها، اهل سرکشان، اهلهای طاغوت چی از قرارگاهاشو، مکان زندگیشو جهنمشان می‌دازد. خدا میگه لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نمیشه میگه در اون دوزخ میگه نمی‌یابند یمان سرد اینجا نیست. بعدن دیگه جای سردی یک درختی نیست، یک جای سردی نیست که از عذاب براییم در اون ادام گیریم. بالکل تمام این شاب دوزخ وجودش از عذاب است عزیزان من، چون که دوزخ در 3000 سال انشاءالله خدا خواهد برپاش میکرد. 1000 سال آسمان آدارا ستون داشت، چی شد؟ سرخ شد. 1000 سال دیگر ستون داشت، سفید شد. 1000 سال دیگر ستون داشت، سیاه شد. ولی زنهای ما و شما، مادران و خواهران وقتی که نان بستگی میشود چکار میکنن؟ اول تنگش کار میکنن، میترسونن، پر نترسوندن، تیار میکنن، آمش میکنن، دیگر تیارش میکنن، بندان میبندن. خدا سبحانه و تعالی برای ما شما این دوزخ فقط تیار کرده است. یک گاز، علاوه گاز یا یک لخته خمیده میداره؟ نمیتونه باشیم. طاقت قبیله هم نداره، یک دستک میزنده خدا خواهد 7 ها دیگه میکنه، تا اینکه بخیر اومده میشه، تا اینکه دارها استفاده میکنی، شبها خواب میبرد. حضرت مولوی نداریم بلکه فی باطامت خواب دلیلی چون کنی در ملخری نار. و میگه در این پاکی از خواهد نداره در تک کمی پاک طاقت نمیکنی. از که در اون عراق طاقت نکنی، که در اون عراق صبر نکنی. لابثین فیها احقابا، استقامتی ها میگه دائم ایستادگی چیه؟ همون دوزخ است. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نمیچشن دیگه در دوزخ یگان آب، یگان خنکی یک جای راحت میکرگی نیست. و ای حال خودش نید الا حمیما و غساقا، اینی نوشابی های ویها آب شیرین نیست، شیر نیست، بلکه چی از حمیم است و غساق است. حمیم میدانیم وقتی که شما را دوزخیان داده میشده است، و مجرد نزدیکی لب بردن اعضای شما سوخته میبرده است. وقتی که شما را می‌نوشانند روده ها با پاره شده میرده است. وی آبی جوش است، وی کسلاته عزیزان ما، به اصطلاح بگیم وی کسلاته. کسلاته در یکان یا ریزه تیش بکنن همچنان تیکه و پاره بکنن در اون. نه خدا وعده داده است، ما نه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه، خدا وعده